تنها به گرافیک ربطی نداشتیم بلکه یه ذره حالت منفی هم فروش داشتم. نه همسرم، ما هر دوتا علوم سیاسی خونده بودیم، یعنی نه تنها به گرافیک ربطی نداشتیم بلکه یه ذره حالت منفی هم داشتیم نسبت به هنر و نسبت به گرافیک. سخت‌ترین بخشش این بود که بقیه بپذیرن نقش جدید منه. تقریبا 25 ساله بودم، ازدواج کردم و تصمیم گرفتم که وارد بازار تولید یا خرید و فروش بشم و توی رشته‌ام که علوم سیاسی بودش ادامه ندم. حس کردم که به تیپ و داستان این چیزا هم نمیخوره و می‌خواستم که وارد بازار دیگه‌ای بشم. وقتی اولین دفتر رو خواهر ایشون ساختن و هدیه دادن و تو جمع همه گفتن که وای چقدر خوبه، کاش که مثلا بشه فاطمه از این دفتر رو تولید کنیم، و ما یک واکنشی از یه نفری گرفتیم که نه بابا کی پول بالای اینجور چیزا میده. من همسرم با هم گفتیم که این واسه خود فاطمه اینطوریه که ای کاش ما بتونیم کارش رو پیش ببریم و بدون اینکه با جایی هماهنگ کنیم، بدون اینکه برنامه‌ای واسش داشته باشیم، گفتیم که 10 تا از این تولید کن ما برات میفروشیم. فاطمه تولید کرد و ما هیچ تصوری نداشتیم که آیا میشه اصلا از این 10 تا دفتر جایی فروخت یا نه. پاتوق ما فروشگاه زیر پل کریمخان، فروشگاه کتاب فروشی بود، پاتوقمون اونجا بود. رفتیم اونا رو با کلی خجالت و با کلی آیا میشه آیا نمیشه دادیم به فروشگاه، گفتیم که میشه اینا رو این گوشه کنارا بذاریم ببینین آیا کسی خوشش میاد یا نه. فروشگاه هم قبول کرد، شاید به حساب اینکه دید ما 2 تا جوونیم، شاید دید دلش برامون سوخت، نمیدونم دقیقاً، ولی قبول کرد، گفتش که باشه بذارین همین جاها بذارین، خانم فلانی این 10 تا دفتر رو از این خانم آقا بگیر. بعد از 10 روز یادم نمیره وقتی که شماره اون فروشگاه افتاد رو گوشی همسرم و گفت با هم دیگه گفتیم زنگ زده که بیا این 10 تا دفتر رو ببر از اینجا و گفتش که آقا رجایی ما خیلی گشتیم شماره‌تون رو پیدا کنیم، از این دفتر رو باز هم دادین یه 10-20 تا دیگه برام بیارین و اینا خیلی زود فروش رفتن. ما حقیقتا شوکه شدیم از اینکه اون دفترهایی که دونه دونه با دست کشیده بودیم هیچ کار چاپی روش اتفاق نیفتاده بود و حقیقتا چیزی بود که کار دست کاملا حساب میشد. دوباره سفارش داده اون فروشگاه. خلاصه که ما دوتای علوم سیاسی خونده ای که نه در خانواده نزدیکمون اصلا سابقه کار آزاد، کار فروشندگی نداشتیم، یهویی شدیم دفتر فروش و دفتر ساز و شروع کردیم به بازارهای مختلف و گشتن که ببینیم کجا میتونیم کارمون رو ارائه بدیم. خب تا مدت‌ها میشه مثلا 2-3 سال بعدش همچنان به من زنگ می‌زدن و کار پیشنهاد میدادن، محمد علی بیا اینجا بیا اونجا، ولی میگم با من کار دارم. حالا موقع اینجوری بود که من و خانم 2 نفری داشتیم فقط با هم دیگه کار می‌کردیم صبح تا شب. یه کارگاه کوچولی رو توی خونه مادرم درست کرده بودیم و داشتیم اونجا چکش کاری می‌کردیم، هم خودمون تربیت می‌شدیم، تغییر رفتار و ذهن می‌دادیم نسبت به بازار، ریسکایی که توش وجود داره، و همین که داشتیم سعی می‌کردیم یه نقدینگی کمی رو برای خودمون جور بکنیم از تولید کردن، طعم بازار رو متوجه بشیم، سلیقه بازار رو متوجه بشیم و داشتیم قلق‌گیری می‌کردیم. در این حال که روزی می‌رسید و داشتیم زندگیمون رو می‌چرخوندیم، ولی عملاً سود آنچنانی نمی‌کردیم، هر چی در می‌آوردیم توی کار می‌چرخید. خیلی اعتقادی به تامین سرمایه خارج نداشتم و دنبال وام و قرض و این داستانا نرفتم همون اول، چون خودم به لحاظ ذهنی آمادگی رو نداشتم که بخوام سرمایه زیاد رو بگیرم تو کار وارد، یعنی تجربه ذهنی مدیریت مالیش رو نداشتم. ولی خب الحمدلله بعد از 2-3 سال که این کارا خوب پیش رفت و من ثبات قدم داشتم تو داستان فروشگاهامون، مثلا از 2 تا شدن 5 تا شدن 10 تا فروشگاهی که باشون کار می‌کردیم و فاکتور می‌دادیم و کارمون توی فروشگاه‌های مختلفی دیده شد. کم کم مخاطب خودمون رو پیدا کردیم، کسایی که این کارو دوست داشتن. اطرافیان هم نظرشون عوض شد، یه دعاها عوض شد از ان شاءالله یه کار خوب پیدا کنی یا بیا اینجا مثلا یه کار خوب معرفی بکنیم و این حرفا. به این تبدیل شده بود که ان شاءالله کارتون گسترش پیدا کنه، ان شاءالله فروشگاه خودتو بزنی، ان شاءالله سایت خودتو بزنی و این حرفا. یه پیچ خیلی مهممون اونجا بود. جای دیگه هم که خیلی کارمون سخت بود، تا سال 97 که یه تکان ارزی خیلی جدی داشتیم و دلار یهو تکون خوردش، خب ما محصولمون پارچه، یعنی جلد پارت دفترمون یه دوره طولانی پارچه بود، پارچه‌هامون خارجی بودن و قیمتشون خیلی همون موقع که استفاده می‌کردیم در واقع همه پارچه‌های شومیزی و لباسی و مزونی بودن. ما رو دفتر کار می‌کردیم، باورش نمی‌شد که مثلا پارچه گرون قیمت رو دفتر کار می‌کنیم، ولی بعدش دیگه خیلی قیمت‌ها رفت بالا و عملاً اینجوری شد، چون انتظارش رو هم نداشتم من
عملاً اذیت شدیم. یه 3-4 ماهی کارمون عملاً با بنبست مواجه بود تا اینکه یه ایده جدیدی پیدا بشه واسه کارا که اون مخاطبی که ما رو به اون طرح‌های لوکس قشنگمون میشناخت راضی بشه و بتونه از اونها استفاده بکنه. یه 3-4 ماه اینجوری درگیر بودیم، ولی الحمدلله بازم ایده تصویرسازیایی که داشتم تو بازار دارم شهر کتابا رو مثلا دور می‌زدم، بازار تهران میرفتم کارا رو می‌دیدم. تمام شهر کتابای تهران من هر روز دور می‌زدم تا تمی که اونجا موجوده و جای خالی کالا و تصویری که وجود نداره رو پیدا بکنم. که خب الحمدلله این پیدا شد و اردیبهشت به یه زبان یا طعم یا بوی خاصی رسید که مخاطب خاص خودش رو داره و اونا دوستش دارن. اگر یه دفتری رو توی شهر کتاب ببینن میتونن با اختلاف خیلی کمی بگن آقا این اردیبهشته یا این یه برند دیگه ایه.